دیشب در مهمترین نبرد سال بالاخره رندی و کدی سر کمربند و تصفیه کینه‌های قدیمی به مصاف هم رفتن. هنوز زنگ مسابقه نخورده بود که نوچه اورتن حمله کرد، اما بعد از اینکه پک و پوزش نابود شد اربابش تنها موند. اساتید که خوب همو میشناختن چند تا فن چخچخی زدن و بعد یه سوپلکس مرگبار از آسمان وایپر دور گرفت. اون دیدیتی خودشو زد ولی آرکیوش نافرجام شد و بعد اینکه رفت تو دیوار از سک و صورتش رو به گوجه اومد. کدی سینه خودشو با خون عموزاده تبرک کرد و زد تو فاز حرکات خود رندی، اما فینیشر خودش سرش اومد. گیسو طلا به آرزوش رسید و آرکیو زد، اما وقتی در غرور میغلطید یه مشتی ترشو خورد و اورتن رونالدینیو شد. اون بی دلیل قاضی و ترکوند و جوجه های خودش هم ترکید که بعد یه آسمان خراش زیبا نوچه خودشو جایگزین کرد. روان پریش که معلوم نبود فازش چیه مکافی و هم زمینگیر کرد، اما از روباه بلا فاصله کراس رودز خورد. کدی برد ولی اورتن بهش حمله کرد و بعد کله شکن ممنوعه به بخش اعصاب روان کهریزک منتقل شد.